سلام، فرانک هستم و اومدم تا قسمت 5 کلیله و دمنه رو براتون روایت کنم. با من همراه باشید. خب، داستانمون به اینجا رسید که دمنه تصمیم گرفت که حیله‌ای به کار ببره برای اینکه گاوی که پیش شیر عزیز شده بود و مقرب شده بود رو جایگاهش رو خراب کنه، چون از اول اصلا قصد داشت که خودش مقرب شیر بشه و جریان برعکس شده بود. رفت و با کلیله صحبت کرد که چیکار کنه و چه حیله‌ای به کار ببنده. کلیله بهش گفتش که حواست باشه که هر حیلتی و هر زرنگی آخرش کار به جایی نمیبره. همونطور که تو قصد داشتی که با این حیله که گاو رو بیاری و در چنگال شیر بندازی به جای خوبی برسی، ولی نشد. دمنه گفتش که من از اون چه که قبلا برام پیش اومد درس گرفتم و خودت میدونی یکی از شروط دانایی اینه که اشتباهات گذشته‌تو تکرار نکنی و ازشون درس بگیری. و از اون طرفم تو میدونی که یک پادشاه و یک ملک در 4 صورت هستش که به فنا میره. اولین نقصان این که در واقع اهل خرد و تجربه رو نادیده بگیره و از تجربه اونا استفاده نکنه. دومی که به خاطر شرایط بدی که به وجود میاره شمشیر مخاصمانش از نیام در بیاد بر علیهش و اون باز توجهی نکنه. سومی که به جایی که شرایط رو کنترل کنه به زن و شکار و شراب و خوشگذرونی بپردازه. و 4م افراط در خشم و از اون طرف ملاطفت با دشمنه که تمام این کارا رو شیر داره انجام میده و من مطمئنم که اگه با همین فرمون پیش بره به جای خوبی نمیرسه، که من نه تنها برای خودم که برای کمک به شیر و بقای اونم دارم این کار رو انجام میدم. بعد کلیله گفت درسته، اما قدرت و توان گاو رو نادیده نگیر که تو هیچ قدرتی نداری. و دمنه گفتش که آره میدونم، ولی با فکر و حیلت میشه به زور و قدرت غلبه کرد. مگه داستان زاغ و مار رو نشنیدی؟ کلیله گفت نه. پس دمنه شروع کرد به داستان تعریف کردن. گفت زاغی بود که بالای کوهی خونه داشت و از قضا ماری هم توی یکی از سوراخ‌های اون کوه خونه داشت. زاغ هر سال چند بار بچه دار می شد و مار می اومد و بچه هاش رو می خورد و زاغ به هیچ جا نمی رسید و نمیتونست نور دیدگانش رو بزرگ کنه و ببینه. خلاصه بعد از چند بار که این اتفاق میفته آسی میشه و میره پیش دوست شغال که تو اون کوه زندگی میکرد و ازش کمک میخواد و میگه که من زورم به این مار نمیرسه، ولی میخوام با حیله کاری کنم که این مار رو بکشم، از دستش راحت بشم و بتونم زندگیمو بکنم. شغال بهش گفتش که حواست باشه، چون همیشه هم حیله بر قدرت نمیتونه غلبه کنه. مگر داستان مرغ ماهیخوار و خرچنگ رو نشنیدی؟ یعنی خیلی کلیله و دمنه جالبه، داستان تو داستان و همینش. و شما فکر کنید به اینکه این داستان چقدر قدیمیه، نویسنده و راوی این داستان چقدر خلاق بوده اون زمان. پس شغال داستان زاغ ما شروع میکنه به داستانی از مرغ ماهیخوار و خرچنگ رو تعریف کردن و میگه که در یک دریاچه‌ای مرغ ماهیخواری بود که اون دریاچه پر از ماهی بود و چون شرایطش خوب بود اون مرغ ماهیخوار اونجا رو وطن خودش کرده بود. یعنی وقتی شرایط اوکی باشه شما هر جایی رو میتونید وطن خودتون بکنید. خلاصه مرغ ماهیخوار اونجا رو وطن خودش انتخاب کرده بود و سالها از ماهیای اونجا میخورد و لذت میبرد. اما بعد از مدتی پیری بر مرغ ماهیخوار غلبه کرد و دیگه اون زور و توان رو برای ماهیگیری نداشت و نگران آینده‌اش شد که اگر بعداً نتونه ماهی بگیره چی کار کنه. پس فکری کرد. همینطور که داشت با خودش فکر میکرد از قضا یک 5 پایک یا 5 پا، همون خرچنگ که توی اون در واقع برکه زندگی میکرد، مرغ ماهیخوار رو از دور میدید که تو فکر فرو رفته. پس میاد و از مرغ ماهیخوار میپرسه که چی شده، به چی داری فکر میکنی؟
مرغ ماهی خارم بهترین فرصت میبینه برای اینکه حیله‌اش رو شروع کنه به اجرا کردن. پس با ناراحتی به خرچنگ میگه که هیچی، راستش رو بخوای من چند روز پیش که همینطور که داشتم پرواز میکردم 2 صیاد دیدم این دور و برا که این برکه رو شناسایی کرده بودن و میدونن که چقدر ماهی داره اینجا و میخوان تو چند روز آینده همه ماهیای این برکه رو صید کنن و ببرن. من موندم چجوری به این ماهیا بگم و چجوری کمکشون کنم. خرچنگ گفت این که کاری نداره، مرسی که از این که اینو گفتی، من الان میرم و به ماهیا میگم و تو اگه راه حلی داری بگو تا بهشون بگم. مرغ ماهی خار با خرچنگ میره، خرچنگ همه ماهی‌ها رو صدا میزنه، بهشون میگه که بیاید که منجیتون اومده و میخواد نجاتتون بده از اتفاقی که قراره چند روز آینده براتون اتفاق بیفته و چه اتفاق وحشتناکی. خلاصه داستان رو مرغ ماهی خار میگه و بهشون میگه یه برکه‌ای یه ذره اون طرفتر هست که چه آب زلالی داره. آبش به صفا پرده درتر از گریه عاشق، غمازتر از صبح صادق و دونه های ریگ رو در قعر اون میتونید بشمرید و بیضه ماهیا رو میتونید از بالای اون تماشا کنید. خلاصه کلی براشون داستان بافی میکنه و ماهیام همه میگن مرسی که هستی و قرار میشه که تا چند روز آینده که وقت زیادی هم نمونده مرغ ماهی خار این ماهیا رو بریزه توی دهنش و ببره به اون برکه. خلاصه این کار رو میکنه و هر روز چند تا از این ماهی‌ها رو مثلا نجات میده و میره اون ورتر میشینه و این ماهی‌ها رو با دل سیر میخوره. چند وقت این کار رو میکنه، چند هفته، چند ماه و بالاخره خرچنگ میگه خیلی خوب، حالا نوبت منه، امروز منو بردار و ببر. مرغ ماهی خارم قبول میکنه. خرچنگ میاد به پشت مرغ ماهی خار میشینه و مرغ ماهی خار خرچنگ رو میبره که یه جا اون گوشه ها ولش کنه، چون خرچنگ لقمه خوبی براش نبوده. خرچنگ از اون بالا استخون ماهیا رو میبینه که یه ذره اون برتر از برکه پر از استخون ماهی بوده و میفهمه داستان به چه قراره. پس شروع میکنه گردن مرغ ماهی خار رو با چنگکاش فشردن و مرغ ماهی خار به فنا میره. خرچنگ هم با سختی دوباره برمیگرده به برکه و داستان رو برای ماهیا تعریف میکنه و میگه اون منجی و اون روز موعود نجاتتون همش الکی بود و کشک بود. خلاصه شغال داستان ما میگه که ببین همیشه هم حیله جواب نمیده. قدرت یه وقتایی میتونه حیله رو از بین ببره و نابود کنه. اما زاغ میگه باشه قبوله، اما من چاره‌ای ندارم، باید حیله‌ای به کار ببرم، آیا جواب بده یا نده و به هر حال بهتر از این زندگیه که الان من دارم. خلاصه با شغال فکر میکنن و به نتیجه میرسن. شغال بهش میگه که برو تو روستای بغلی از بالا نگاه کن و ببین که رو توی حیاط خونه یا بر بام خونه ای اگر یک لباسی دیدی که افتاده بود وردار و با خودت بیار و البته جلوی چشم آدم ها این کارو کن. کاری کن تا ببینن که تو این لباس رو دزدیدی و داری میاری و دنبالت به هوای لباس بیان. بیا و اینو بنداز رو مار و اون آدما برای اینکه لباسشون رو بردارن مجبورن اون مار رو بکشن، در نتیجه تو هم راحت میشی. پس زاغ همین کار رو میکنه، میره و میبینه رو پشت بوم یه خونه یک زنی لباسش رو در آورده و داره خودش رو میشوره. پس میره لباسش رو بر میداره جلوی چشم زن و باز همینطور که از توی ده رد میشده کاری میکنه تا همه ببینن و زنم که فریاد میزده لباسم میره و لباس رو میندازه روی مار. مردها که دنبال زاغ میکردن میرن و لباس رو روی مار میبینن، لباس رو بر میدارن و مار رو میکشن و زاغ راحت میشه. دمنه میگه که دیدی اگر حیله و فکر درست باشه به زور و قدرت میتونه غلبه کنه. پس من باید فکری کنم درست و حسابی و حیلتی به کار ببندم بتونم کار این گاو رو بسازم. داستان رو تا اینجا نگه می‌داریم. برای شنیدن ادامه داستان من رو همراهی کنید و اگر داستان‌های کلیله و دمنه رو دوست دارید خوشحالم می‌کنید که من رو به دوستاتون معرفی کنید و این پست ها رو براشون بفرستید.